یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد روز 1 دکامبر سال 2022 دو نامیناسیون تاجیکستان و کشورهای منطقه را بر روی خط رپرزنتاتیوی میراث فرهنگی غیر مادی بشریت شامل کرد. کلمک پروری و لطیفه ها درباره خواجه نصرالدین افندی در اجلاس‌های 17 کمیته بین حکومتی عاید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو که از 28 نوامبر تا 3 دکامبر سال 2022 در شهر رباط پادشاهی مراکش جریان دارد بین روی خط یونسکو شامل کرده شدند. نامیناسیون کلمک پروری و استحصال عنعنوی ابریشم برای بافندگی مشترکاً از جانب افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان پیشبری گردیده. عنعنه نقل لطیفه های خواجه نصرالدین افندی از سوی آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان پیشنهاد شده بود. از جانب یونسکو پذیرفته شدن این دو نامیناسیون در کشورهای منطقه به استقبال گرم روبرو شد. وزارت خارجه تاجیکستان در اطلاعیه‌اش گفت این دو نامیناسیون به دلیل جوابگو بودنشان به همه 5 شرط و طلب پیمان حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو برای خط رپرزنتیوی پذیرفته شدند. در حال حاضر از تاجیکستان برای خط میراث غیر مادی بشریت موسیقی 6 مقام و عید نوروز شامل کرده شده. آش پلو و کشیده دوزی چکن سال 2018 برای خط رپرزنتیوی یونسکو وارد گردید.